من سال هاست که دیگه سینما نمیرم، با اینکه سینما رفتن همیشه یکی از به طور کلی واسم یکی از بهترین تفریحاتی بوده که حالا از بچگی داشتم و به خاطر حالا اینکه فیلم و اینا خیلی دوست دارم، سینما خیلی واسم همیشه چیز جالب و جذابی بوده. اما الان سال هاست که دیگه سینما نمیرم و آخرین باری که رفتم سینما وقتی بودش که یعنی همین چند ماه پیش، یادم نمیاد دقیقا، فکر کنم حدوداً 1 سال پیش، چون اون موقع هم لباس گرم تنم بود و ماه رمضون بود. پس دیگه میتونید حدس بزنید که من واسه چی رفتم سینما. به خاطر اینکه هیچ جایی باز نبود و ما می‌خواستیم یه جایی بریم بشینیم با خیال راحت، که خب مجبور شدیم بریم سینما و یه فیلم مسخره‌ای که اسمش یادم نیست ولی جواد عزتی توش بازی می‌کرد. از این فیلم‌های طنز بود به طور کلی. حالا اینکه چرا من دیگه سینما نمیرم و حالا این 2 تا معنی داره ها. یکیش اینه که خب من فیلمایی که پخش میشه، اکران میشه رو دوست ندارم. دوش اینه که سینما رو تحریم کردم، سینمای ایرانو، یعنی بلیت خریدن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ببین اصلا دلیلش خیلی مفصله و من الان دارم سر کار و تقریبا 1 رو به اینا میرسم و این بحث رو ساعت ها میشه ادامه داد. واسه همین من سعی میکنم به طور خلاصه بگم، ولی توی ویدیوهای دیگه اگه دوست داشتین میتونیم بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم. ببین سینما یک تریبونه، یک چیزیه که میتونه باعث فرهنگ سازی بشه، از طرفی میتونه فرهنگ مردم رو کاهش بده و کلا یک چیزیه که آدم‌های عام جامعه از هر قشری ازش تاثیر میگیرن. چه کسایی که میرن سینما بلیت رو میخرن، میشینن روی صندلی و فیلم رو میبینن، چه کسایی که حالا به صورت غیر قانونی و دانلود و فلان و اینا، که تعدادشون خیلی بیشتره توی کشور ما نسبت به کسایی که میرن سینما. این فیلمایی که الان داره پخش میشه، یعنی حداقل من بخوام بگم مثلا توی 7-8 سال اخیر راحت، یعنی با خیال راحت میتونم 7-8 سال اخیر رو مثال بزنم که فیلمایی که پخش شده اکثرا فیلمای آبگوشتی، طنز بیخوده. من مخالف طنز نیستم، هرچند من کلا ژانر مورد علاقم چه توی کلا مدیوم سینما و تلویزیون طنز نیستش، اما طنز خوب ما داریم و من به طنز خوب هم میخندم دیگه، چیز که دوگم نیستم که. واسه همین این فیلمایی که به عنوان طنز توی سینمای ما اکران میشه و داره رکوردهای فروش رو جا به جا میکنه به معنای واقعی، فیلمای بی محتوا، ایراددار، بد و منجر به بیشعور شدن آدم میشه. یعنی من اگه که مثلا ما همزمان 4 تا مثلا کارگردان خیلی خوب داشتیم که داریم ولی خب مثلا داشتن فیلمای خوب میساختن و فیلماشون مثلا روی پرده بود، بعد همزمان مثلا زودپزم میدیدیم، فسیلم میدیدیم، اون موقع اینقدر آدم بهش فشار نمی اومد، میدونی، چون میگفت اوکی من حق انتخاب دارم، میتونم بین این فیلم‌ها مثلا اینو انتخاب کنم که دوست دارم برم ببینم. ولی خب الان توی چند سال اخیر تو فیلمی پیدا نمی‌کنی که دوست داشته باشی، یا مثلا فیلمی پیدا نمی‌کنی که یه کارگردان خوبی ساخته باشه تو سینما اکران بشه. الان چند ساله که فیلم‌های خوبی که کارگردان‌ها میسازن و دیگه تموم میشه فیلم، اکران نمیشن، توقیف میشن، بعد ما مجبوریم فیلمو دانلودی ببینیم که حالا به خاطر اینکه مثلا میرن جشنواره و اینا، حالا یه سری قوانین داره دیگه، بعد مثلا تو ایران اکران نشه و اینا که بتونه بره جشنواره. واسه همین ما هم حالا نمیدونیم کارگردانا به قصد میان این کارو میکنن که فیلماشون جشنواره بره و جایزه بگیرن و این داستانا، یا اینکه خب نه مجوز نمیگیرن. هرچند که من فیلمایی که خودم تو این چند وقت اخیر فیلمای توقیفی دیدم، مثلا کیک محبوب من، دانه انجیر معابد، مثلا حتی برادران لیلا، اینا فیلمای حالا 2 تا اول بیشتر فیلمایی نبودن که مثلا آدم از لحاظ منطق بگی خب کارگردان میخواسته اینجا اکران مثلا نشده و اینا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه
اصلا فیلم اصلا با یه رویکرد دیگه ای ساخته شده. مثلا فیلم تو ایران گرفته شده بدون حجاب، خب معلومه این فیلم تو ایران اکران نمیشه و قصدش و تارگتش دقیقاً واسه جشنواره است. خب اما خب این چیز بدی نیستش. حالا از بحثم منحرف نشم، داشتم راجع به سینما صحبت میکردم که الانم مثلا خب ما بازیگر خوب زیاد نداریم ولی داریم. خب بعد الان مثلا بازیگرای خوبمون میرن توی فیلمای آبگوشتی بازی میکنن، هم میشه بهشون خورده گرفت هم نمیشه، یه جورایی نمیدونم، من خودم به هر حال توی اون موقعیت نیستم. اما شما وقتی که یک رزومه خیلی خوبی داری، یک توانایی خیلی خوبی داری، حرومش کردن توی فیلمای بیخود که قطعا خود اون بازیگر هم میدونه این فیلم چرتیه، چیز جالبی نیست. از یه طرف خب تو با خودت میگی پس اون شغلشه، اون باید چی کار بکنه، پس مثلا چه آفرایی و مثلا بیاد چیز کنه، قبول کنه، نون کجا در بیاره و اینا. خب اینم منطقیه، واسه همین نمیشه خیلی جاجشون کرد. اما به هر حال آدم انتظار داره مثلا یه کسی که سالها توی سینما داره بازی خوب از خودش ارائه میده چرت و پرت بازی نکنه دیگه. یعنی مثلا این من واقعا ناراحتم، میدونی من واقعا تنها تفریحم همیشه این بوده که موام رو اعصابمه. بچه‌ها بذارین درستش کنم. همیشه من دغدغه‌م این بوده که مثلا موقعی که آفرین دارن از توی اتوبان، از توی مدرس دارن دنده عقب میگیرن که برن توی جردن، دغدغه‌م این بوده که آقا من حوصله‌ام سر میره، یه چیزی میشه چیکار کنم؟ برم سینما. خب الان که سینما نمیرم، خب یه فیلم پلی میکنم میبینم، اما اون حسه رو به من نمیده، به خاطر اینکه اون حس سینما، اینکه تو اون فیلمو میتونی روی پرده ببینی با آدمای دیگه همزمان، یک تجربه مشترک داشته باشی، بعدش اون حال باحالی که از سینما میای بیرون و به فیلم فکر میکنی، به کاراکترها فکر میکنی و اینها رو خب تو خونه قطعا نداری و این چیزی که از ما گرفته شده واقعا. اما خب چرا؟ به نظر شخصی اینه که اینا یه کوچولو فکر شده است، به خاطر اینکه همونطور که اول ویدیو بهتون گفتم، وقتی یک چیزی مسخره است، یه چیزی مبتذل، خب یه برو، من چیکار کنم؟ آدم لاینمو میرم. وقتی یه چیزی مبتذله، یه چیزی مثلا واقعا از کم شعوری آدما نشأت میگیره، یک سری دیالوگا، خب این میره وارد جامعه میشه، اون جمله میره رو زبون یک بچه کوچیک، میره رو زبون یه آدمی که به هر حال شاید از لحاظ طبقه اجتماعی خیلی فرصت فکر کردن نداشته باشه که بخواد اصلا به این فکر بکنه که آیا این شوخیایی که دارن میکنن یا این داستانایی که دارن روایت میکنن چیز چیپیه یا چیز مثلا حالا نه لزوما هم چیپ، چیز بی ارزشیه، ضد ارزشه حتی در واقع، یعنی بی ارزش هم نه، ضد ارزشه و کم میکنه از آدم. و حداقل این چیزای اخیری که من دیدم مثلا مثل همین فسیل واقعا همینطوری بوده که الان فکر میکنم، نمیدونم حالا آخرین بار چک نکردم ولی فکر کنم هنوز پرفروش ترین فیلم غیر اجتماعی ایرانه. حالا اگرم نیست یه چیز مسخره تر از خودش اومده رکوردش زده لابد دیگه. و همینه. و خب بعد مثلا تو با آدما صحبت میکنی میگی خب آدما به اینا میخندن دیگه. نه من اصلا اینو قبول ندارم، به خاطر اینکه خب ما نمونه خوب نداریم الان که بگیم این هست خب ببین مردم با این میخندن. الان این سریال جدید مدیری اسمش پدر قهوه، نه قهوه پدری، که قرار بود پدر قهوه باشه بعد شد قهوه پدری. خب این فکر میکنم یه دونه اپیزود ازش اومده یا شاید هم بیشتر اومده نمیدونم، ولی فکر میکنم یه دونه اومده، اگه یه دونه نباشه نهایتا 2 تاست. من قسمت اول اینو دیدم، معمولا قسمت اولا رو یا کامل میبینم یا مثلا هایلایتش رو میبینم که ببینم مثلا چجوریه سریاله. و راستش من خیلی به این معتقدم که شما یک چیز بد و یک سریال بد رو واقعا میتونی با 10 دقیقه نقد بکنی، واقعا میتونی، یعنی اصلا چیز سختی نیست. به خاطر اینکه حالا بعدا راجع به این موضوع میتونم مفصلا صحبت کنم، تو این ویدیو جاش نیست واقعا. میتونی راجع بهش صحبت بکنی. من مثلا میام اولیا رو میبینم مثلا اوضاع احوالشون چجوریه، فیلم مثلا فضاش چجوریه. و بچه‌ها اینقدر بد بود، یعنی کرینج بد،
واقعا بد، افتضاح، دیالوگا بد. و این به خاطر چی بود؟ یعنی از ضعف نوشتنش بود. یعنی فیلمنامه خوبی نداشت. این نشون میده که مدیری اگه که متن خوب بهش بدن احتمالا میتونه یه چیز خنده داره با نمک در بیاره، ولی اگه متن خوب بهش ندن، هر چقدرم که خودش رو به یه لحظه من ببینم، هر چقدرم که خودش رو به در و دیوار بزنه بازم نمیتونه چیز خوبی بسازه. و ببین شوخیای چندشاور من نمیدونم مردم هنوز به شوخی جنسی میخندن؟ من فکر نمی کنم. یعنی فکر میکنم دیگه ما رد شدیم از اون دوره‌ای که مردم به شوخی‌های جنسی میخندیدن. این خودش خیلی نکته مهمیه که اون کارگردانی که داره اونو میسازه به این فکر نمیکنه که آقا من خودم الان مثلا اینو بذارم برای یکی، چه میدونم، به هر حال شما دورخونی که انجام میشه روی فیلمنامه دیگه، این که بیسیک دیگه، شما قبل اینکه بری اجرا بکنی روی حالا در واقع میزانسن و فلان و لوکیشن و اینا، خب دورخونی میکنی دیگه، بازیگرا میشینن دور هم و فیلمنامه رو میخونن. خب توی اون فیلمنامه مثلا خود اون آدمایی که اونجا بودن به این جوکا خندیدن، من واقعا بعید میدونم. یعنی واقعا بعید میدونم، به خاطر اینکه مثلا این قهوه پدری بازیگرای خوب توش بازی میکنن، ما که الان یکی از بهترین بازیگرای زن حال امروز ایران داره توش بازی میکنه، خانم ژاله صامتی که خب واقعا بازیگر بی‌نظیریه و اون هم اونجا خیلی بده. الان مثلا ممکنه بیاد من بگین که خب این مثلا اگزاجر است و اینا، ولی کلا خب سبکش اگزاجر است، من کار به اون ندارم که خب سبکش اینجوریه، مشکلی نداره، اون فضا رو اونجوری اگزاجره ساخته، هیچ ایرادی نداره، ولی بده، نه دیالوگا باحاله، نه اصلا. حالا نمیخوام راجع به نقدش باهاتون صحبت بکنم، میخوام بگم که صرفا خیلی چیز وحشتناک و ناامید کننده ایه. به عنوان کسی که مثلا مهران مدیری خب سردمدار سریال طنز ساختن توی ایران دیگه، حالا بعدش هم عطاران که حالا به نظر من کار عطاران با اختلاف هم خنده‌دارترن، هم بهترن، هم به آدمای امروز نزدیکتر طنزش. این خیلی مهمه. مثلا شما دیدین میگین که من مثلا میگن تو یکی از معیارهای رابطت میتونه این باشه که آدما جوکای همدیگه رو بفهمن. این خیلی درسته، به خاطر اینکه یعنی شما ذهنتون به هم نزدیک کار میکنه. حالا یه سری جوک جنرال هم وجود داره که آدم‌ها معمولا میفهمن و لزوما هم جنسی نیستن، خب با اونا میشه این کارا رو کرد. و الان فیلمایی که داره اکرام میشه همش اینجوریه، فیلمای اجتماعی هم همه فیلمای سفارشیه. سینما رفتن اصلا دیگه منطقی نیست و من حتی دیگه دنبالم نمیکنم. یعنی مثلا تک و توک دنبال میکنم، ولی واقعا همه رو مثلا مثل قبلا یا حتی یه وقتایی نمیدونم چی رو پرده است، یعنی صرفا در حد اینکه مثلا ردشم ببینم. همین دیگه، خواستم این قرعه رو بهتون بزنم تو راه شرکت، چون خیلی کم بوده اینو حس میکنم که دوست دارم برم سینما مثلا با بقیه ببخشید، ولی نمیتونم. و دلیلش هم اینه که یه سری چیزا خیلی هوشمندانه داره باعث میشه که مردم چیز بشن نسبت به سینما، یا اونایی که دوست دارن کلا دیگه دوست نداشته باشن، نرن، پاشون قطع بشه، و چه اون کسایی که میرن دچار زوال عقل بشن. این کل چیزی بود که میخواستم بگم. دمتون گرم بچه‌ها، برام کامنت بذارین. میدونم یه سریاتون اومدین این ویدیو رو دیدین ولی کامنت بر من نذاشتین. دمتون گرم. فعلا.